درود حالا تو عزیزان. چطوره؟ خیلی خوش برگشتید عزیزانم. سینا هستم، رسیدم خدمت نگاه های مهربونتون. پریسا هستم، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. برگشتیم خدمت شما در چنل خودتون پریفان میوزیک. قرار بریم با هم یک موزیک بسیار زیبا ببینیم و بشنویم که امیدوارم تا ثانیه آخر با ما همراه باشید و لذت ببرید. یک رپ بسیار نوستالژیک، دوست داشتنی از 6-7 سال پیش. اثر زیبای تنهایی رو میریم گوش میدیم و با هم دیگه گپ میزنیم و حس میگیریم و خلاصه شما لایک و کامنت رو برای ما فراموش نکنید. حتما اگر دوست دارید ما رو حمایت کنید چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید، ما رو به همه دوستاتون معرفی کنید. فضا رو ببین. خدایا این چه تنهایی، من از تنهایی میترسم، گذشته رهبر پایی، من از رفایی میترسم. خدایا این چه تنهایی، من از تنهایی میترسم، گذشته رهبر پایی، من از رفایی میترسم. وقتی میمونی تو قهد همه دنیا، وقتی میگذره سالو تو قیبو، وقتی عاشقو میشوان جدا میزنه دل تا پیشو میبینی آدم با تو قیبرو. تمامی زندگی در بین هزار آدم و در گفت کوبی یگانه زنی که میشود امرو. تنهایی در دل همه هست بدم میمونه در دل هر کس. خدا هست یک و یگانه قطیتای در غریبیم که باشی. خدا جون در دل تای مادر زیخای وقتی که دوره فرزندی یک و یگانه گشنه و غریبه. میجه که تنهایی دلکی مادر جونه، میجه که تنهایی با بچه غریبه. تنهایی در دل همه هست بدم میمونه در دل هر کسی. خیلی قشنگ توصیف کرد تا اینجا. صدایی داره. آره اصلا روش خوندنش، سبک خوندنش و اون گیتاری که زیر کار شده، اولش حالت راک شروع شد، آفرین. بعد دیگه بردش توی رپ و همه حالتهای تنهایی رو گفت. از عاشقی، از تنهایی، از اون مادری که فرزندش میره ازش دور میشه باز تنهاه، از اون فرزندی که از مادرش دور میشه تنهاه. و کلا ترس داره تنهایی خیلی عجیبه، هم قشنگه هم بیش از یه اندازه، چون انسان یه موجود اجتماعیه. بیشتر ترسناکه برای انسان تنهایی. خدایا این چه تنهایی، من از تنهایی میترسم، گذشته رهبر پایی، من از رفایی میترسم. خدایا این چه تنهایی، من از تنهایی میترسم، گذشته رهبر پایی، من از رفایی میترسم. تنهایی در دل صغیره وقتی که در دومای و پدر و مادر نداره. یگانه خویش هست خدا که در همه دنیا و صغیره نباشن تنها. وقتی که آدم گریب همه حیات قینای، وقتی که میکند خیانت آدمی نزدیک، میجه قطع تنهایی از تمامی طرف، میکنی تمامی عصبی خطه اسرف. تنهایی در دل همه هست بدم میمونه در دل هر کس هر دو. وقتی که تو میمونی تنها زیق نشو برادری من خدی تای خدا. تنهایی در قفوی پنجره میکشه تبرک دیتا میکنه پورا هنه باد میزنی سر در زمین، در یاد میوری که دوری خدای کریم. خدایا این چه تنهایی، من از تنهایی میترسم، گذشته رهبر پایی، من از رفایی میترسم. عزیزای راه دورشون میان سر میزنن. خیلی قشنگ بود. خیلی
موزیک حس داره توش. آره، ملودیش، سازها فوق‌العاده است. دیوانه کننده خیلی و قشنگه. فکر میکنم چند تا از به قولی حالا اون نامداران رپ و موسیقی تاجیکستان توی این سبک هم هستن دیگه. توی این سبک درست. یعنی اموان، ماستر اسماعیل و همون با حلیم که حالا میخونن با هم دیگه، خیلی قشنگ. کارشونو بلدن، یعنی فهمیدن چجوری حس شعر و موزیک رو بهت برسونن. دقیقاً. چه کلیپی هم ساخته شده هست. آخ مادر جان. خدایا این چه تنهایی، من از تنهایی میترسم، گذشته رهبرهایی چه جایی هم از هست. رهبرهایی میترسم. زنده باد، چقدر زنده قشنگ. باد. میارزه چندین بار گوشش کنی. خیلی تصویر برداریش قوی بود. قربونت بشم عزیزم. چه چشماییم داره. سهراب بیا اینجا. راو انایی اویلیت. پدر و آه. مادر اومدن. ای خدا. چه کلیپی پر از درس‌های انسانیت بود توش. خیلی قشنگه. اشک اونو در آورد. خیلی حسش قویه. همه به آرزوهاشون رسیدن. تمام کسانی که تو این کلیپ بازی کردن همگی خوب بازی کردن. انگار که واقعا داشتن زندگیش میکردن. خیلی عمیق بود. خیلی لذت زیبا برده. بود. خیلی کیف کردم. خیلی چیزا ازش یاد میگیره آدم وقتی کلیپ خوب، فیلم خوب میبینه، کتاب خوب میخونه و این یکی از اون کلیپ های دقیقاً. خوب و شعر خوب بود. ما دمش که گرم. حسابی لذت بردیم. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بود. مرسی از معرفی این موزیک جذاب و به امید دیدار دوباره. قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون. تا یه موزیک دیگه. خدا نگهدار.